بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه شما خواهرها و برادرها. طور که شما میبینین در بخش لیلی دارالایتام بزرگ هرات هستیم که در این بخش ما 150 شاگرد یتیم داریم که اینها شبانه روزی اینجا هستند. در پهلوی علوم مکتب و علوم دینی خواستیم که انشالله صنف حرفه هم به این بخش فعال بسازیم که از اون جمله یک خیاطی هست و همچنین سکل سازی که فعلا ما 10 نفر شاگرد به خدمت جناب استاد که استاد خیاطی هستند. خدا اینا رو حفظ کنه و به طور رایگان فی سبیل الله به خاطر الله این شاگردان ما درس میدن و الحمدلله بسیار رسیدگی کردن به این مدت تقریبا قریب به 1 ماه. خیلی خوب یاد گرفتن الحمدلله و ان شاء الله قراره که به زودترین فرصت این 10 نفر یاد بگیرن و باز ما 10 نفر دیگه روان کنیم که ان شاء الله خیاطی یاد بگیرن. اما متاسفانه در قسمت مواد درسی مثل چرخ خیاطی و متکه و نخ و همون لوازمی که در بخش خیاطی لازمه نیاز داریم. از شما خواهرها و برادرها تقاضا داریم که در این قسمت این اطفال یتیم و این دارالایتام و همچنین کارگاه جناب استاد که فی سبیل الله زحمت میکشن به این اطفال همکاری بکنین ان شاء الله که بتونین در قسمت حرفه ما به اینا چیزی یاد بدین، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمان الکاسب حبیب الله، کاسب حبیب خدا و دوست خدا هست. در پهلوی علم دین، در پهلوی علوم روز که علوم مکتب و کامپیوتر و انگلیسی و اینها نیازه که هر شاگرد یک حرفه و هنر یاد داشته باشه که فعلا ما همین 2 حرفه ان شاء الله میخوایم فعال کنیم که از این جمله خیاطی فعال کردین و الحمدلله جناب استاد همکاری میکنن. اما در قسمت مواد درسی از شما تقاضا داریم که این اطفال و این دارالایتام و این کارگاه جناب استاد در همکاری کنین ان شاء الله که بشه خدمتی بیشتر بشه. از شما جان سپاسگزاری میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.